من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة إن جاء الله عز وجل ترغیب میده ولو انهم آمنوا اگر همین علما همین ملاها ایمان می آوردن آمنو به جای کفر بنویسید ایمان می آوردن به محمد و کتابه یا به محمد و القرآن ایمان به محمد و قرآن می آوردند لمثوبة من عند الله خیر اگر اینها ایمان می آوردند جزا مقدر است لمثوبة قائم مقام اون جزا هست به جای کفر ایمان می آوردند بهشون ثواب می رسید لأثیبوا به اونها چی می رسید؟ ثواب می رسید اجر و پاداش می گرفتند الله می فرماید لمثوبة من عند الله ثواب و اجر و پاداشی که از جانب الله باشد خیرون بهتر از این جادوگری هست بهتر از این فتنه بازی هست لو کانوا یعلمون کاش اونها می دانستند که دارند به چه بیراهی می روند. خب یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا یکی دیگر از خباثت های یهود موجود زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم را الله تعالی یادآوری می فرماید. اینجا هم مفسرین دو قول دارند یکی اینه که عامه مفسرین گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صحبت می کردند وقتی که برای صحابه موعظه می فرمودند احکام را یاد می دادند کسی که متوجه نمی شد می گفت راعنا یا رسول الله رعایت حال ما را بکن یک بار دیگه تکرار بفرما تا ما یاد بگیریم چی شد. به هر حال این کلمه راعنا را که صحابه استفاده می کردند یهود از این سو استفاده می کردند به وسیله راعنا سب می کردند یهود منظور منافقین یهود اونایی که در جلسه بودند از منافقان می گفتند که راعنا اونا هدف دیگه می گرفتند و می خندیدند با هم. خب راعنا دو معنا داره یکی این که راعنا در زبان خود اونها از رعونت به معنی حماقت بلا تشبیه احمق ما و یکی این که راعینا می گفتند راعی به چی میگن چوپان میگویند گوسفندچرا لذا راعینا می گفتند و مسخره می کردند لذا خداوند تعالی به صحابه گفت شما از این به بعد کلمه راعینا نگویید کلمه چی بگویید کلمه انظرنا بگویید یا رسول الله به طرف ما نگاه کن توجه بفرما متوجه نشدیم. اما شیخ حسین علی رحمه الله از آنجایی که عرض کردم با رنگ توحیدی تفسیر می کند ایشون میگوید که راعنا این هدف اونها چی نبود توهین و بدگفتن و فحش نبود بلکه اونها از این راعنا یک مفهوم شرکی می گرفتند مفهوم چی می گرفتند شرکی می خواستند این را در میان مسلمانان جا بندازند همون طوری که ادیان گذشته پیغمبران خودشون را اله دانستند
عیسی علیه السلام را معبود، موسی را، حضرت عزیر را. لذا اینها هم میگفتن راعنا. راعنا از چی هست؟ از مراعات، مفاعله هست. میطلبد راعنا ولنرعک یا لنرعک، تو رعایت ما کن، ما رعایت تو میکنیم. در لغت اینطور هست. پس راعنا یعنی احفظنا، ما را حفاظت کن، ما را نگهدار باش. ای پیغمبر تو حافظ ما باش، تو حامی ما باش، تو ولی ما باش. متوجه شدید؟ هدف اونها چی بود؟ ببینید اون چی که مولانا میفرماید، ای احفظنا وارقبنا، ای رسول الله ما را حفاظت کن، از ما مراقبت کن. این کلمه بود که مهم شرک بود. در آینده میتوانست چی باشد؟ استمدادی باشد. از این یک معنای شرکی مراد گرفت. چنانچه الله تعالی بعد از این توحید بیان میفرماید الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. هیچ حامی شما غیر از خدا ندارید، هیچ نصیری بغیر از خدا ندارید. پس اونها منظورشون چی بود؟ راعنا یعنی چی؟ یعنی احفظنا، یعنی ارقبنا، از ما مراقبت کن، ما را حفاظت کن، ما را نگهدار باش. ما نمیگیم خدا نگهدار تو باشد. این معنیش اینه که ای رسول الله نگهدار ما باش. پس کلمه اونها هدفشون توهین نبود، هدفشون چی بود؟ کلمه ای که مهمه شرک باشد. لذا الله تعالی فرمود که این کلمه را از این به بعد نگویید. این برداشت و عرض کنم تفسیر مولانا حسین علی است. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تقولوا راعنا، راعنا نگویید، وقولوا انظرنا، بگویید انظرنا، ما را ببین یا رسول الله، لحاظ ما بکن. واسمعوا، بهتر اینه که از همون اول گوش کنید. وللکافرین عذاب علیم، برای کافران عذاب دردناک است. کافران عذاب دردناک است که اونها میخواهند کفر و شرک را در میان شما چی بکنند؟ رواج بدهند. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، زجر است. الله می فرماید دوست ندارند کسانی که کفر کردند از اهل کتاب، ولا المشرکین، و نه مشرکان. نه اهل کتاب دوست دارن، نه مشرکان دوست دارن. ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اینکه نازل بشه بر شما هیچ خیری از جانب رب شما، اونها دوست ندارند. اما والله یختص برحمته، ببینید بعضی خیر وحی را گفتند، قرآن، ولی بیشتر مفسرین گفتن خیر را به معنی عام بکنیم، چه قرآن باشه، چه احکام خوب باشه، چه غنیمت باشه، هر خیری. کفار دوست نداره ما به خیری برسیم. اما والله یختص برحمته من یشاء، رب العالمین اختصاص میدهد با رحمتش، یعنی با وحی، هر کسی را که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضل عظیم هست. فضل عظیم می فرماید. لذا الله هست که بر شما فضل می کند و بر شما کرم می فرماید. خب ما ننسخ من آیت، اونها یکی دیگر از شبهاتشون و اشکالاتشون این بود، می گفتند که به کلام محمد توجه نکنید. یک روز یک چیز میگه، یک روز یک چیز میگه. یک روز یک دستور صادر میکنه، فردا میگه دیگه به اون عمل نکنی، یک چیز جدید. بحث نسخ هست نه؟ لذا کتابهای ما اینطور نبودند. الله عزوجل پاسخ میده ما ننسخ. ببینید امروز هم این اعتراضات هست، اعتراضات بر اسلام هست که چرا دستورات در قرآن هست که منسوخ هستند. ولی خب خدمتتون عرض بکنم که ببینید برای
تکمیل هر برنامه لازم هست که احکام به چه صورتی نازل بشند؟ به صورت تدریج، آهسته آهسته. مثال بسیار جالبی همین تحریم خمر هست، تحریم شراب هست که بلا تشبیه شراب را مثل چای ما در هر محفلی، در هر جلسه‌ای گل مجلس بود. اگر یکهو خداوند دستور میداد که شراب نخورید، اون وقت چیکار میکردند؟ شاید ترک شراب سخت بود. الان بلا تشبیه یه معتادی را که ترک میدهند، یکهو به هر حال اون مواد را ازش نمیگیرند. اونی که روز چند بار مصرف میکرده، اول میگن روز یک بار فقط مصرف کن، بعدا 2 روز یک بار، بعدا هفته یک بار، بعدا ماهی یک بار. به این صورت کم کم تدریجا به هر حال ازش میگیرن. همین طور بود. الله تعالی ابتداء دستور داد که یسألونک عن الخمر والمیسر، درباره شراب و قمار شما را میپرسن. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، هم گناه هم منافع. اما و اسمهما اکبر من نفعهما، مضراتش، گناهانش از نفع بیشتره. وقتی که این حکم نازل شد، صحابه بعضی که از قبل نمیخوردند، بعضی متوجه شدند که عجب، پس اینها مضارش بیشتر است. از اشارات قرآن فهمیدم شراب را ترک کردند. بعد از اینکه شراب را ترک کردند، آیه دوم نازل شد. الله تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اگر شراب میخورید خود دانید، اما در وقت نماز حق نداری بخورید. پس در بعضی از اوقات خوردن شراب چی شد؟ حرام شد. کم کم نفرت چی میشه؟ ایجاد میشه، تا اینکه خداوند آیه سوم را انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، از این دیگه اجتناب بکنید، گنده، نجس، عمل شیطانه. پس صحابه چی کردند؟ ترک کردند. شیشه ها شکسته شد، کوزه ها شکسته شد، مشکیزه ها پاره شد. پس به این صورت احکام تدریجی می آمد. الان هم نگاه بکنید که حکومت ها برای مصالح خودشان امروز یک بخشنامه ای دارند، فردا میبینی این بخشنامه لغو میشه. انسان ها همیشه در حالت چی هستند؟ ترقی و عروج هستند. هرچی که جلوتر میرند احکام جدیدی صادر میشه. لذا برای دین مبین اسلام اینم یک چیز طبیعی بود. باید احکامی می آمد، بعدا از اون احکام کاملتری می آمد و اونها چی می شدند؟ احکام گذشته منسوخ می شدند. خب اون احکام که منسوخ شدند الان در قرآن کریم هستند یا نیستند؟ اکثرشون هستند. قرآن هم اشاره می کند او ننسها، بعضی از اونها را خداوند اصلا از ذهن می برد، فراموش می دارد. اما نسخ از نظر متقدمین یک معنای بسیار وسیعی دارد که هر مطلقی اگر مقید بشه، عامی خاص بشه، این را منسوخ، کوچکترین تغییری بیاد اون را چی می دونستند؟ اونها منسوخ می دانستند. بنابراین آیات منسوخه که در قرآن مجید از نظر متقدمین با این تعریف عام که برای نسخ دارن بیش از 500 تا هستند. اما متأخرین گفتند که نسخ نه، معنیش چی هست؟ ازاله یک حکم. یک حکمی که وجود دارد این حکم به صورت کلی تغییر بیابد. مثلا امروز هست که این جایزه، فردا حکم میاد این ناجایزه. خب کلا اون حکم چی شد؟ ازاله شد. ازاله و تغییر کلی. متأخرین به این معنی نسخ را میگیرند. خب به این معنی نسخ آنچه که علامه آلوسی نوشته در کتاب الاتقان، آیات منسوخه حول هوش 21 عدد هستند. و امام شاه ولی الله رحمه الله این آیات منسوخه را توجیه کرده، گفته نخیر اینقدر نیستند، تعویل کرده، توجیه کرده و آخر شاه ولی الله میگه آیات منسوخه 5 تا هست و حضرت حسین علی رحمه الله اون 5 تا را هم توجیه میکند. ایشون معتقد هیچ چیزی در قرآن باقی نمانده.
وقتی که به اون آیات برسیم انشاءالله توجیهشان را خدمت شما عرض میکنم. اما اینجا الله تعالی میفرماید ما ننسخ من آیه، هر آیه را که ما منسوخ بکنیم او ننسها یا از ذهن شریف ببریم فراموش بداریم، نأت بخیر منها. اون ما ننسخ من آیه نسخ معنوی هست، او ننسها نسخ لفظی هست، یعنی کلن چیش را تلاوتش را هم از بین ببریم. نأت بخیر منها این جواب حکیمانه هست، اینجا بنویسید جواب حکیمانه. خدا میفرما ما بهتر از اون میاریم، او مثلها یا حکم دیگر مثل همون حکم را برای شما چی میکنیم؟ نازل میکنیم. لذا الله میفرماید الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر، مگر نمیدانی که خدا بر هر چیز قادر است؟ یک حکم میبره حکم بهتر میاره، مگر قادر نیست؟ چرا نیست؟ هست. این الم تعلم استفهام تقریر است. الم تعلم اون جواب حاکمانه هست، اول جواب حکیمانه بود، الان جواب حاکمانه. اولا الله تعالی میفرماید هر حکمی که ما از بین میبریم حکم بهتری میاریم. و اشکالی دارد؟ نه. الان الله تعالی میفرماید من حاکم مطلق هستم، من اختیار دارم. کی هست که جلوی قدرت من را، جلوی اختیار من را بگیرد؟ بس این جواب چی شد؟ حاکمانه. الله میفرماید الم تعلم ان الله، آیا نمیدانی که بدرستی الله عزوجل له ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اینم عطف بر ان، یعنی الم تعلم آیا نمیدانی که ما لکم نیست برای شما من دون الله بغیر از الله من ولی ولا نصیر، هیچ حامی نیست. ولی یعنی چی؟ حامی کارسازی نیست. ولا نصیر هیچ یاری و یاوری نیست که شما را کمک بکند، نصرت بکند. فقط الله هست. الله میتواند، الله قدرت مطلق داره، پس این قادر مطلق به هر صورتی که دوست دارد آیات خودش را نازل میفرماید. ام تريدون ان تسألوا رسولكم، خداوند میفرماید آیا شما میخواهید از پیغمبرتان سوالاتی بپرسید، چیزهایی بخواهید؟ کما سئل موسی من قبل، همان گونه که موسی قبل از این سوال شدند. موسی قبل از این سوال شد. ببینید این سوال چی بود؟ بعضی از مفسرین میگویند، بعضی از مفسرین که وقتی که صحابه در مکه مکرمه بودند دیدند که مشرکین بعضی زیارت ها داشتن، بعضی درخت ها داشتن که از اونها تبرک می گرفتن. یک درختی بود می رفتن اونجا نخی، چادری، لنگی چیزی می بستن، آویزان می کردن یا اسلحه شون را، سلاحای خودشون را. این را می گفتن ذات انوات. ذات انوات یعنی درختی که چیزهای زیادی بهش آویزان بشه. میخوایی که شیر مثلا متبرک بشه، ببر مشکیزه را اونجا آویزان کن. میخوای آبت همچنین. میخوایی که با این سلاح موفق بشی در جنگ، میبردن سلاح را آویزان میکردن. چنانچه دیدید در بعضی مزارات مردم چیکار میکنن؟ از همون جا گرفته مردم نخی چیزی اونجا میبندن تا چند روز بعد اون را میبرند و میگویند هر جا بر هر دردی بسته بشه دیگه شفا هست. این را میگن ذات انوات. خب این مفسرین نوشتن که صحابه به رسول الله گفتن یا رسول الله همونطور که اونها ذات انوات دارن، یک درختی دارن مقدس هست و حاجات خودشون را، برای ما هم یک ذات انوات تعیین بفرمایید که ما هم چیکار بکنیم؟ اونجا این چیزهایی که نیازمون باشه آویزان بکنیم اونجا و تبرک بگیریم، بریم حاجات مشکلات خودمون را حل بکنیم.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ناراضی شدند. خداوند عزوجل این آیه را نازل کرد که آیا شما میخواهید از رسول الله همون مسائلی را که بنی اسرائیل از موسی خواستند؟ خب بعضی مفسرین این را نوشته، ولی ببینید این سوال و این خواسته با تربیت یافتگان رسول الله صلی الله علیه وسلم و تزکیه شدگان به وسیله رسول الله، اونهایی که شب و روز در خدمت رسول الله بودند، اونهایی که رسول الله بهشون آموزش داد که استعنت فاستعن بالله، کمک خواستی فقط از خدا بخواه. شلاقشون از دستشون می افتاد، به کسی نمی گفت این را به ما بده، خودشون از اسب پیاده می شدند، اینقدر احتیاط می کردند. این داستان به اونها نمی خورد. و بعض شیخ ما حسین علی رحمه الله می فرماید که این سوره مدنی هست، این سوره مکی نیست که بگیم در مکه ذات انوات بود و فلان. پس داستان چیه؟ اصل داستان اینه که کسانی که این خواسته را مطرح کردند منافقین یهود بودند. کیا بودند؟ منافقین یهود بودند، ولی در غالب مسلمانان لباس اسلامی داشتند، خودشون را مسلمان می دانستند. لذا اینها آمدند و چنین خواسته ای را مطرح کردند. خداوند عزوجل اونها را از عواقب این سوال و این خواسته برحذر داشتند. شما میخواهید دوباره کفر را، دوباره شرک را؟ لذا الله می فرماید ام تريدون ان تسألوا، آیا شما اراده دارید، آیا شما میخواهید سوال کنید رسولکم، از رسولتان سوالات بیجا بنویسید، کما سئل موسی من قبل، همان گونه که سوال شد موسی قبل از این، یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، موسی برای ما هم خدایی قرار بده. ببین اونها خدایی دارد، اعتکافا کنارش نشستند. الله می فرماید و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کسی که تبدیل بکند کفر در مقابل ایمان، این را به مثابه کفر می داند، استمداد از غیر خدا و تبرک جستن از غیر خدا، فقد ضل سواء السبیل، به درستی که این انسان گمراه شد از راه راست، از راه راست. اکنون الله تعالی هدف یهود را از این سوال و از این خواسته بیان می فرماید. هدف یهود که این خواسته را به عنوان مسلمان مطرح می کنند چیه؟ الله می فرماید ود کثیر من اهل الكتاب، دوست دارم بسیاری از اهل کتاب، لو یردونکم، اینکه شما را برگردانند، من بعد ایمانکم کفارا، بعد از ایمان شما را برگردانند کفار، شما را به کفر برگردانند. هدفشون چی هست؟ چرا؟ حسدا من عند انفسهم، به خاطر حسدی که آنها، حسدا مفعول له ودو هست، ودو حسدا یا ود حسدا، دوست دارند اونها به خاطر حسدی که من عند انفسهم، نزدشان هست، یعنی در وجودشان هست، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق برایشان واضح شد، بعد از اینکه اونها میدانند که شما بر مسیر حق و توحید هستید. لذا آیا باید با اینها نجنگیم، اینها را نکشیم؟ الله هنوز حکم جهاد نازل نشده. الله می فرماید فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بامره، فاعفوا معافشان کنید، واصفحوا از اونها درگذر باشید، حتی یأتی الله بامره، حتی که الله امر خودش را، یعنی امر جهاد را برای شما صادر بفرماید. ان الله علی کل شیء قدیر، بدون شک رب العالمین بر هر چیز قادر و تواناست. لذا الله هر وقتی که امر جهاد را نازل کرد اون وقت باشون بجنگید. این خودش دلیله که اینهایی که این سوالات را، این اشکالات را مطرح کردند که بناس باشون جهاد بشه، اونا بیگانه بودن، خودی
نبودند. پس از سیاق آیه اون چی که مولانا حسین علی میفرماید چی میشه؟ تایید میشه. اما یک مطلبی یادآوری بکنم که ود کثیر من اهل الكتاب، این اهل کتاب را فقط به معنی یهود نکنید، آیه را منحصر به شأن نزولش نکنید. امروز هم اهل کتاب دوست دارند که مسلمانان چی بشند؟ برگردند به دین کفر، به دین شرک. امروز بیشتر از اهل کتاب مسیحیان تبشیری فعالیت میکنن، شب و روز پول خرج میکنن در بلاد اسلامی، بالخصوص در بلاد عقب مانده، در بلاد فقیر، در بلادی که مردم نیاز دارن. انجیل را شایع میکنن، پخش میکنن، پول به مردم میدن. حتی کلیساها از طریق اینترنت هستند افرادی که میگن بیایید هم انجیل بگیرید هم پول بگیرید و خیلی از مردم میروند. لذا این مودت و این دوستی اونها بر این که اهل ایمان و اهل اسلام از اسلام برگردد از صدر اسلام بوده، هنوز هم با شدت بیشتری ادامه دارد. باید مسلمانان آگاه باشند، مسلمانان واقف باشند که اینها اهداف بسیار شومی دارند و در بعضی بلاد کم و بیشی در اهداف خودشان هم موفق شدن هستند. همین اطراف ما، نزدیک ما، نه خیلی دور، روستاهایی، بخشهایی که مردم رفتن انجیل گرفتن. در بعضی از شهرهای بزرگ مثل یزد و اصفهان اینجا کلیسا هست و از همین استان ما هم رفتن مردم کلیسا گرفتن. میگن ما به هر حال دینشون را قبول نمیکنیم، کتابشون را میگیریم، هدفمون همون پولشون هست. العیاذ بالله. اینها مردم را گمراه میکنند و ایمان را الله میفرماید که اینها دوست دارن لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، شما را به همون کفر برگردانند. لذا نزدیک شدن با اینها در واقع با آیات صریح قرآن مجید مخالفت کردن هست. مسلمانان باید بر حذر باشند. خب الله تعالی در میان این بحث، چون بحث یهود بود، اهل کتاب بود، در میان بحث امور مصلحه بیان می فرماید. قبلا خواندیم که وقتی که خداوند مطلبی بیان می کند گاهی امور مصلحه را هم بیان می کند که اون امور مصلحه کمک می کند انسان را در عمل کردن. لذا الله می فرماید اگر می خواهید که پایبند این مسائل باشید، نماز برپا کنید، زکات بدید، عبادات مالی و عبادات بدنی. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز برپا بدارید، زکات بدهید، زکات حق مال را بدهید. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، رب العالمین می فرماید آنچه که شما تقدیم می کنید برای خودتان، برای جانتان، من خیر، از هر خیری، چه نماز می خوانید، چه صدقه مالی می دهید، یقین بدانید که تجدوه عند الله، شما می یابید او را نزد خدا، می یابید او را نزد خدا. تجدوه بنویسید ثوابه و اجره، چرا می یابید؟ ثوابش را و اجرش را پیش خدا میابید. ان الله بما تعملون بصیر، علت به درستی که الله به آنچه که شما عمل میکنید بیناست. هر چی که شما عمل میکنید خدا بیناست. خدا میدونه این نماز میخوانه، این داره در راه من انفاق میکنه، لذا الله تعالی اینها را ذخیره شما میگرداند. خب این در وسط امور مصلحه بود و در ادامه بحث یهود. دیگه از مکرهای یهود، نیرنگهای یهود یا از خباثات یهود این بود که هر یکی از یهود یا نصارا می گفتند که در بهشت فقط یهودی ها می روند، غیر از یهودی ها کسی اجاره کردند، مال یهود هست. نصارا می گفتند نه مال نصارا هست. و الله عز و جل می فرماید این آرزوهای باطل هستند. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، می گفتند هرگز وارد بهشت نمی شود الا من کان هودا او نصارا، مگر اون کسی که یهودی باشد یا نصرانی باشد.
یهودی میگفتن یهودی باشد، نصرانی میگفت نصرانی باشد. رب العالمین میفرماید تلک امانیهم، این آرزوهای باطل اونهاست، خیالات فاسد اونهاست. امانیهم بعضی گفتن شهواتهم الباطله التي تمنوها، معالم التنزیل و تفسیر خازن. این شهوات و هوای باطلشون هست که اونها تمنا کردن. الله میگه اگر اینجور هست دلیلتون را بیاورید. قل هاتوا برهانکم، این رد است، یعنی این ادعای بدون دلیل است. هاتوا برهانکم، بیاورید برهانتان را، بیاورید دلیلتان را. ان کنتم صادقین، اگر شما صادق هستید. دلیل ندارید چه کسی وارد بهشت میشه؟ ببینید مستحق بهشت را الله اینجا معرفی میکنه. بلا، البته من اسلم وجهه لله، هر کسی که تسلیم بکند خودش را برای الله. تسلیم بکند، چطور تسلیم بکند؟ پایین اسلمه بنویسید در عقیده و عمل. عقیده همون عقیده ای را بگیرد که خدا گفته، نه عقیده شرکی خرافاتی. و همچنین عملش اون باشد که خدا راضی هست. من اسلم وجهه لله، هر کسی که تسلیم بکند خودش را برای الله، یعنی در عقیده و عمل. شرط دوم و هو محسن، او محسن باشد. محسن را قبلا چی ترجمه کردم؟ مخلص. بنویسیم مخلص نه منافق، مخلص نه. احسان یعنی چی؟ اخلاص. مگر در حدیث جبرائیل نیست که مل احسان یا رسول الله؟ احسان چیه؟ فرمود ان تعبد الله کانک تراه، الله را طوری عبادت کن که گوی خدا را میبینی، یعنی کسی دیگر را نمیبینی، فقط خدا را، و خدا هم تو را میبیند. فإن لم تكن تراه، زیرا اگر تو او را نمیبینی فإنه یراک، او تو را میبیند. بس همین یک درجه، بعضی گفتن دو درجه. ان تعبد الله کانک تراه یکی، فإن لم تكن دومینا. اگر تو خدا را نمیبینی خدا که تو را میبیند. پس وقتی که من طوری عبادت میکنم که فقط خدا مرا میبیند، کسی دیگه نمیبیند، قطعا این عبادت خودم را برای کی انجام میدم؟ خدا، نه پدر، نه استاد، نه قوم، نه قبیله. این هست اخلاص. این چی شد؟ پس احسان به معنای اخلاص. و هو محسن، در اکثر قرآن مجید محسن در مقابل مشرک آمده. در شرک اخلاص نیست، خالص عبادت برای خدا نیست، برای غیر خداست. اما در احسان عبادت فقط برای خداست. پس اخلاص باشد. و هو محسن. اما منافقین اخلاص ندارن. پس منافقین این آیه شامل اونها نمیشه، چون شرط اول را اگر به ظاهر عقیدهشون عملشون مثل مسلمانان باشند، اما اونها محسن نیستن. و هو محسن، در حالی که او محسن باشد یعنی مخلص باشد نه منافق. فله اجره عند ربه، این پاداش اول، جلب منفعت برای این انسان مخلص مؤمن موحد. اجرش هست نزد پروردگار. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنها نیست. ثمره دوم دفع مضرت، بنویسی فی الاخره، هیچ خوفی نیست بر آنها در آخرت. ولا هم یحزنون، و نه اینکه آنها غم میخورند، و نه اینکه اونها غم میخورند. ببینید خوف، این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون زیاد میآید. این را یک جا تفسیر بکنم، همه جای دیگه قیاس بکن. خوف یک چیزی است که انسان از یک شیء آنی دارد. الان خطر دارم که مبادا دشمن به من آسیب نرساند، مبادا مأمورین نیان مرا دستگیر نکنند، مبادا فلان اتفاق بیفته. خوف این را میگند که انسان از شرایط حال و شرایط آن چی دارد؟ احساس خطر. حزن یعنی غم. غم انسان یا برای گذشته میخورد یا برای
آینده. یک چیزی را انسان از دست داده برای او غم میخورد، یا در آینده معلوم نیست که تکلیف فلان چیز چی بشه، از الان برایش جوش میزند، برایش غم میخورد. پس خداوند عزوجل که میگه ولا خوف علیهم، اونجا خوفی نیست، اون همه وحشت، اون همه هیبت، اون همه خطر، ولی اینها را تهدید نمی کند، مخلصین را تهدید نمی کند. اینها از اون بابت نگران نیستند و از گذشتهشان و آیندهشان هم نگران نیستند. اکنون بعضی مفسرین گفتند ولا هم یحزنون، اونها غمگین نیستند. اینجا استاد ما رحمه الله نوشته علی مفارقت الدنیا، یعنی دنیا را ترک کرده نگران جوش نمیزند. یک کافر ناراحت است، میگه کاش که در همون دنیا توبه میکردم، کاش در دنیا من رضایت خدا را جل میکردم. پس برای اون فرصت از دست رفته چیکار میکند؟ غم میخورد. ولی مسلمان نه، مسلمان کارش را کرده، مخلص کارش را کرده، لذا اینکه فرصت دنیا رفته علی مفارقت الدنیا لا هم یحزنون، برای اون غم نمیخورد. یک غم اینه که معلوم نیست که فردا چی بشه، دادگاه، بعد از اون به کجا سرم بیفته، بعد بهرحال با من چه معامله بشه. اونجا میتونه این غم در رابطه با استقبال هم باشد، یعنی بعد از این که از این مرحله قبر تمام بشم، مرحله حساب و کتاب تمام بشم، درباره آینده هم غمی ندارم. پس این غم را هم میتونیم به ماضی برگردانیم، هم میتوانیم به مستقبل برگردانیم، البته با سیاق آیه کار دارد و به هر دو هم میتونیم برگردانیم. اما خوف از شرایطی که انسان بترسد که چی باشد، با اون مواجه باشد، با اون روبرو باشد. لذا الله می فرماید در آخرت ولا خوف علیهم، هیچ خوفی نیست بر اونها، هیچ خطری اونها را در اون لحظه تهدید نمی کند. ولا هم یحزنون، و نه اینکه اونها غم میخورند بر مفارقت و جدایی دنیا، برای از دست دادن فرصت دنیا، چون که از فرصت دنیا اونها چیکار کردند؟ حسن استفاده و کمال استفاده را کردند. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، این باز هم زجر هست، زجر با نقل قول. یهود و نصارا اینها، این بدبخت ها را که کشت، همین افتخار، دین من دین یهوده، من پیغمبر زادم، من فلانم. مسیحیان هم همیش افتخار، کسی که افتخار بکند به آبا و اجدادش، کسی که افتخار بکند به عرض کنم نسبش، به حسبش، به فلانش، این به جای نمی رسد. الله بیان می فرماید که اون چی که لازم هستیه اسلم وجهه و هو محسن، انسان عمل بکند، اعتقاد خوبی داشته باشد، عمل خوبی داشته باشد. لذا زجر با نقل قول از یهود و نصارا. الله می فرماید وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء، یهودی ها می گفتن نیستن نصارا بر چیزی، شیء بنویسید علی شیء معتد به، یعنی بر روشی که ارزشی داشته باشد نیستن. وقالت النصارى، نصارا هم می گفتن لیست الیهود علی شیء، یهود بر هیچ چیزی نیستند، یعنی مسیر معتد بهی ندارند. و هم یتلون الکتاب، هر دو گروه کتاب را تلاوت می کنند، اونا هم کتاب آسمانی دارن، اینا هم کتاب آسمانی. معلوم میشه که اینا هر دو گروه به هوای نفس عمل می کردن. و الا تورات درباره انجیل هم مژده و بشارت دارد، انجیل مصدق و مؤید تورات هم هست. پس معلوم میشه که اینها از کتاب نمی گفتند، از چی می گفتند؟ از هوای نفس می گفتند. كذلك قال الذين لا يعلمون، این جاهلان، برای اینها خدا لقبی نگذاشته، الذين لا يعلمون، اهل مکه. این جاهلان هم مثل اونها میگن بقیه هیچ کاره، همه چیز به دست ماست، بقیه علی شیء لیسوا علی شیء.
مسلمانان را بیشتر میگفتند، پیغمبر را بیشتر میگفتند و اصحاب را. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، این چنین گفتند کسانی که لا يعلمون چیزی نمیدانند، چیزی بلد نیستند. هم مشرک العرب فی قول الجمهور، این کسانی که چیزی بلد نیستند مراد کیه؟ مشرکین عرب. مشرکین عرب هم میگفتن مثل قولهم، مثل قول یهود و نصارا، یعنی قول بلا دلیل. الله می فرماید فالله یحکم بینهم یوم القیامه، الله فیصله می کند بینشان. یحکمو پایینش بنویسی عملا، خداوند عملا فیصله می کند بینشان یوم القیامه، در روز قیامت. فیما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که اختلاف داشتن، اختلاف در توحید، در نبوت، در قیامت، در همه چیز داشتن. خدا روز قیامت فیصله می کند و بعدا عقیده صحیح را به اونها نشان میده. و من اظلم ممن منع مساجد الله، اینجا الله عزوجل زجر دیگر با نقل قول بر کسانی که مانعین مسجد هستند، مانعین عبادت هستند بیان می‌فرماید. مراد کی هست؟ خب بعضی گفته که مراد مشرکین مکه هستند که نگذاشتند مسلمانان مسجد الحرام طواف بکنند، مسجد الحرام نماز بخونند، مانع مسجد شدند. بعضی ها مصداق یهود را میدانند، ولی مفسرین بزرگوار نوشتن بهتر این آیه را به عمومش بگذاریم. وقتی که به عمومش بگذاریم شامل اون یهودی هم میشه، شامل اون ابو جهل و ابو لهب که نگذاشتند رسول الله، البته در زمان نه ابو جهل و ابو لهب نبودند، بقیه سرداران و قریشی ها در سال حدیبیه نبودند، کشته شده بود ابو جهل در بدر. به هر حال اونهایی که نگذاشتند رسول الله طواف بکنه شامل اونها هم میشه. کسانی که امروز مانع مسجد بشند، مانع عبادت بشن، یهود امروز نمیگذارن مسلمانان بیت المقدس برن نماز بخوانند، بقیه جبابره هستند، ظالم ها هستند، مسلمانان را برای نماز نمیگذارند، برای عبادت نمیگذارند، شامل همه میشه. پس ظاهر الآیت العموم، آلوسی میگه ظاهر الآیت العموم، ظاهر آیه عموم را میگوید. فی کل مانع، هر کسی که مانع باشد، و فی کل مسجد، هر مسجدی را شامل میشه. و خصوص السبب لا یمنعه، اگر این آیه یک سبب خاص داشته باشه، مثلا مشرکین مکه سبب شدن که این آیه نازل شد، خب اون یک سبب خاص است. اون دیگه ما عرض کنم که جلوگیر این نمیشه که کسی که مانع امروز هست این آیه مستاق این آیه قرار نگیره، نخیر، بلکه آیه عمومی هست. هر مانعی را، هر مزاحمی که مزاحم نماز مردم هست، او را چی میشه؟ شامل میشه. لذا الله می فرماید و من اظلم، این استفهام انکاری هست، یعنی از این انسان ظالمتر نیست. کیه ظالمتر؟ نیست ظالمتر. و من اظلم، چه کسی ظالمتر است؟ ممن منع مساجد الله، از اون انسانی که من می کند از مساجد الله. مساجد الله بنویسیم مبدل منه، من می کند از مساجد الهی. از چی من می کند؟ ان یذکر فیها اسمه، این بدل است از اینکه یذکر ذکر بشه، یاد بشه، فیها اسمه، در اون مساجد اسم الله بنویسی خاص، خاصتا اسم الله. یعنی برای شرک می گذاشتند اما برای توحید نمی گذاشت. اونجا فقط نام خدا، فقط عبادت خدا، برای این نمی گذارند. اگر کسی بره طبق اعمال شرکیه اونها عبادت بکنه می گذارند. الله می فرماید و سعی فی خرابها، چه انسانی ظالم تر از اون کسی که سعی می کند در خرابی مسجد.
خراب مسجد بر دو قسم است، یکی ظاهری، اون را با چی بلدوزر با خاک یکسان بکند، یکی باطنی و معنوی که مسجد را چی بکند، قفل بکند، نمازگزار را نگذار. خیلی حکومت ها هستند متاسفانه امروز هم که جوانان را نمیگذارن به مسجد، مانع مسجد میشه، میگه این گروه حق نداره به مسجد بیاد. مسجد بیاد چی میشه؟ متاثر میشه از نماز و قرآن و مجاهد درست میشه. برای حکومت خودشون بیم دارند. لذا الله میفرماید و سعی فی خرابها، سعی میکند در خرابی مسجد، سعی میکند که مسجد را غیر آباد بکند. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، این دسته از افراد حق ندارن که خودشون داخل بشوند الا خائفین، مگر خائفین من عذاب الله، هر وقتی که از عذاب خدا ترسیدند میتونن بیان، یعنی ایمان بیاورند. خودشون خود مشرکان اجازه ورود ندارن. ثمره و نتیجه دنیوی اینها را خدا و اخروی هر دو را بیان میفرماید. لهم فی الدنیا خزی، برای آنهاست در دنیا خزی، رسوایی، ذلت. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، نتیجه اخروی برای آنهاست در آخرت عذابی بس بزرگ. خب اینهایی که مانع نماز میشن، مانع بندگان خدا از عبادت و از مسجد میشوند. ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، این در واقع برای کسانی هست که نمیتونن به مسجد برن پس عبادت نکنند. نه خیر، تمام زمین، تمام جهات، مشرق و مغرب مال خداست. وقتی که به مسجد نرفتی دیگه عبادت درست نمیشه. الله میفرماید هر جا باشی با خدا باش. ولله المشرق والمغرب، فقط و فقط برای الله است مشرق یا مغرب، خواه مشرق یا مغرب. فاینما تولوا فثم وجه الله، هر طرفی، هر سمت و سویی که شما تولو، رویتون را برگردانید، فثم وجه الله، آنجا الله است. یعنی هر جا به هر سمت و سوی نماز بخونی الله هست. و یکی از خصوصیات و ویژگی های این امت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود جعلت لی الارض مسجدا، تمام زمین را خداوند برای من مسجد قرار داده. بقیه ادیان عباداتشون بغیر از عبادت خانه در جای دیگه درست نمیشد، اما ما نه، ما هر جا بخوانیم نماز ما انشاءالله درسته. ان الله واسع علیم، الله واسع هست، یعنی هر چیز پیش خدای عزوجل فراوان هست و علیم، دانا هست، هم قدرتش وسیع هست و هم علمش وسیع هست. وقالوا اتخذ الله ولدا، این زجر چهارم هست با نقل قول بر یهود. ما چند تا اینجا زجر بود، گفتیم سلسله زجرها. اولی نمیدونم اول و دوم گفتم یا نگفتم. اولی وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، زجر دوم وقالت اليهود ليست النصارى، زجر سوم ومن اظلم ممن منع مساجد الله، این زجر چهارم هست. وقالوا اتخذ الله ولدا، یهودیان میگفتند و همچنین مسیحیان خداوند برای خودش فرزندی انتخاب کرده. اتخذ الله ولدا، چه عقیده خرافاتی و شرکی. الله می فرماید سبحانه، الله پاک هست، پاک هست از شریک، پاک هست از فرزند، پاک هست از همسر. بل له ما فی السماوات والارض، بلکه فقط و فقط برای الله است ما فی السماوات، هرچی که در آسمان ها هستند و زمین هستند، همه مملوک خدا، همه مخلوق خدا. مملوک نمیتونه فرزند باشد. کل له قانتون، همه برای الله مطیع، همه فرمان برداره
الله عز وجل بدیع السماوات والارض، الله آن ذاتی است که پیدا کننده از ابتدا، آفریننده آسمان ها و زمین. بدیع به معنی نوآور. ببین بدیع میگویند کسی که چیزی ایجاد بکند بدون الگو، بدون نقشه، بدون نمونه. لذا الله است که از ابتدا پیدا فرمود آسمان ها و زمین را. و اذا قضا امرا، کیفیت ایجاد، چگونه ایجاد کرد، چند میلیارد بنا و استا بودند. الله می فرماید و اذا قضا امرا، هرگاه فیصله امری بکند، فانما یقول له کن فیکون، جز این نیست که الله بهش میگه کن، به وجود بیا، باش، درست بشو. فیکون، سرعت تکوین، فورا درست میشه، فورا ایجاد میشه. بله خب پس الله عزوجل ولد ندارد، ولد برای خودش انتخاب نکرده، همسر ندارد اونطوری که شما نسبت میدهید. و زجر پنجم، یکی دیگر از قولهای باطل و فاسدشان این بود که میگفتند اگر واقعا شما خود پیغمبر خدا هستید، از طرف خدا فرستاده هستید، چرا خداوند خودش با ما سخن نمیگوید؟ یا چرا آیه‌ای و نشانی که ما مطالبه میکنیم برای ما نازل نمیشه تا ما بدونیم که شما واقعا از طرف الله؟ الله جواب میده وقال الذين لا يعلمون، میگویند جاهلان، کسانی که نمیدانند، لولا یکلمنا الله، چرا با ما کلام نمی فرماید الله، او تأتینا آیه، چرا آیه و نشانی که ما می خواهیم پیش ما نمی آید؟ الله می فرماید این رسم جاهلانه قدیم است، رسم جدیدی نیست. كذلك قال الذين من قبلهم، این چنین گفتند کسانی که قبل از اینها بودند، مثل قولهم، مثل سخنشان. امتهای گذشته هم به انبیا گفتند، همین خواست را مطرح کردند. تشابهت قلوبهم، دلهایشان مثل هم است. تشابهت قلوبهم، دلهایشان مثل هم است، یعنی در انکار، در ضد، در عناد، در کج فهمی. قلوبهم پایینیش نیست، در کج فهمی همه را شامل میشه. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما یک آیه نه، جواب دوم نه، او تأتینا آیه، چرا آیه‌ای نمیاد، چرا نشانی نمیاد؟ الله می فرماید ما یک آیه نه، بلکه قد بینا الآیات، ما آیات زیادی نازل کردیم، لقوم یوقنون، برای قومی که یقین بکنند، برای مستفیدین، کسانی که استفاده و بهره ببرند. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ای رسول الله ما تو را فرستادیم، تسلی برای رسول الله است. شما به این حرفها توجه نکنید، نگران نباشید، ما شما را برای هدفی فرستادیم، هدف را اجرا بکن. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ای پیغمبر ما شما را فرستادیم، به حق فرستادیم، ما شما را به حق فرستادیم، بشیرا و نذیرا، فریضه اول و دوم رسول الله. بشیرا به عنوان بشارت دهنده، مژده دهنده برای کسانی که در مقابل حق چی میشن؟ تسلیم میشن. و نذیرا، و نذیر فرستادیم برای کسانی که در مقابل حق تسلیم نمیشن، ترساننده، اونها را از عذاب و عقاب خدا بترسان. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، نگران نباش ای رسول الله که چرا حرف شما و سخن شما تأثیر نگذاشت، از شما سوال نمیشه. چرا کلام شما مؤثر نبود؟ چرا اینها ایمان نیاوردند؟ نه، چرا اینها به جهنم رفتند؟ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، شما از اصحاب جهنم سوال نمیشید، از جهنمی ها سوال نمیشید که چرا با وجود شما اینها به جهنم رفتند، چون شما به وظیفه خودتون عمل میکنید. وظیفه چی هست؟ بشیر و نذیر. اما یهود کی مسلمان میشند؟
که ایمان می آورند، که راضی میشند؟ زمانی که شما دین خودتون را، دین توحیدی را ترک کنید، دین اسلام را ترک کنید، که این غیر ممکن است. لذا جوش نزن، نگران نباش. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، رب العالمین می فرماید هرگز راضی نمی شوند از شما یهودی ها و نه نصرانی ها، حتی تتبع ملتهم، حتی که شما پیروی کنید ملتشان را، یعنی شریعتشان را، شریعت و دینشان را شما تا زمانی که پیروی نکنید. اونها انتظار دارن شما برید همیشه. اونها وقتی که ندای وحدت هم میزنند، منظور از وحدت این نیست که شما بر دین خودتون بمانید، منظور اینه که شما برید تابع اونها بشید. شما چی؟ تابع اونها بشید. قل ان هدی الله هو الهدى، اعلام بکن ما به طرف شما نمی آییم، به درستی که هدایت الله او هست هدایت. هدی الله یعنی چی؟ هو الاسلام الذي انت عليه هو الهدى، بحر المحیط. ان هدی الله، هدی الله یعنی اسلام. ای رسول الله اعلام بفرما که هدی الله یعنی هو الاسلام الذي انت عليه، اون اسلامی که توی محمد بر او هستی، هو الهدى، هدایت یعنی راه حقیقی او هست. راه حقیقی هدایت اسلام هست. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر شما پیروی کنید از خواهشاتشان، اگر شما پیروی بکنید از خواهشاتشان. خواهشات چیه؟ ببینید اهل باطل همیشه انتظار داره که اهل حق از خواهشات اونها چی بکنند؟ پیروی بکنند. خواهشات یعنی این بدین اونها بری، حرکتی بکنی که دین اونها را تایید بکنی، مسیر اونها را تایید بکنی. نوشته علامه آلوسی اهواءهم یعنی آراءهم الزائغه، آراء کجشون را، المنحرف عن الحق، آراء کج که منحرف از حق میشن. خوب توجه کنید، کسانی که پیشوا هستند بیشتر انتظار از پیشوایان دارند. کسانی که مرجع مردم هستند میگن بیان پیش ما، بیان ما را تایید بکنند، بیان دین ما را تایید بکنند، بیان مسلک ما را تایید بکنند، بیان حرکتی نشان بدهند که چی؟ که در اون حرکت تایید ما باشد. آراءهم الزائغه المنحرفه، آرایی که کج هستند و انحرافی هستند از حق، الصادر عنه، اون آرایی که صادر از اونها هستند، به تبعیت شهوات انفسهم. اون آرا را از کجا آوردند؟ اونا خودشون از به تبع از شهوات انفسشان این آرا را ایجاد کردند. مثلا هوای نفس میگه که دین را به این شکل درست کنیم، خب به اون شکل درست کرده، الان انتظار داره که من اهل حق هم برم به همون مسیر، برم روی همون سفره خرافاتی. لذا باید اهل حق چی بکنند؟ بر حذر باشند. روح المانی. پس اونها را الله می فرماید که اگر شما پیروی کردید، اینجا هم من یک مطلبی عرض بکنم، بین خود مسلمانان حتی دو فرق هستند، دو گروه هستند. نباید هیچ گروهی از دیگری انتظار داشته باشه که اون گروه دیگر مذهب خودش را به خاطر من بگذارد، احکام خودش را به خاطر من بگذارد. به عنوان مثال سفر زیارتی، شما بغیر از بیت الله جای دیگه نمیرید. عزیزان ما انتظار داشته باشند که به خاطر ما به کربلا بیاند، سفر زیارتی بکنند. خب فقه ما اجازه نمیده، لذا به خاطر راضی کردن اونها ما بیاییم فقه خودمون را زیر پا بگذاریم. مسیری که ما درست میدانیم، هر کسی مسیر خودش را درست میداند، مسیری که ما صحیح میدانیم مسیر را رها بکنیم. نباید هیچ گروهی به چنین چیزی راضی بشه. و اگر انسان مسیر حق را به خاطر چی ترک بکند؟ به خاطر رضایت طرف مقابل. خدا چه تهدید خطرناکی کرده، اهل حق گوشها را باز کنند. ولئن اتبعت،
اینجا خطاب به رسول الله است. الله برای هیچ کسی پروا ندارد. این میگه جواب چی هست؟ هم مالک من الله. این مالک جواب لئن اتبعت هست. فیه تهدید و وعید شدید للامه. امت توجه کنید، در این آیه خداوند تهدید کرده و وعید شدید به امت عن اتباع طرائق الیهود و النصارى، که از راه و روش یهود و نصارا شما پیروی نکنید. بعد ما علموا من القرآن و السنه، بعد از اینکه قرآن و سنت را شما میدونید، شما راه توحید را میدونید، راه سنت را میدونید، راه بدعت را هم میدونید. بعد از اینکه حق را خداوند از طریق کتاب و سنت به شما گفت، الان حق را به خاطر هوای نفس ترک بکنید، حق را به خاطر رضایت طرف مقابل ترک بکنید، بروید در مراسم اونها، در مراسم یهود و نصارا اونها را خوش بکنید، اونها را راضی بکنید، برید در عید کریسمس شرکت بکنید که همسایگان ما هستند، به هر حال هم ملتی های ما هستند و ما در یک کشور زندگی میکنیم، لذا اینها را راضی میکنیم. یعنی اون چی که دین شما هست زیر پا بگذارید و بروید اونها را خوش بکنید. الله چی میگه؟ الله میفرماید ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی بکنی ای رسول الله شما از خواهشات اونها، خواهشات را چه تفسیر کردیم؟ از آراء منحرفه و آراء کج اونها، از آراء خرافاتی اونها پیروی بکنی. من بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه علم پیشت آمد، بعد از اینکه از قرآن و سنت همه چیز را میدانی، بدان که خدا هم تو را رها میکند. ما لك من الله من ولی ولا نصیر، نیست برای تو من الله ای من عذاب الله، از عذاب الهی، من ولی ولا نصیر، هیچ حامی نیست، هیچ حامی نیست که یمنعک من عذابی، تو را از عذاب من مانع بشه، ولا نصیر، هیچ مددگاری نیست، هیچ یاوری نیست تو را یاری برساند و غیر از الله. لذا مسیر الله را به خاطر هوای نفس دیگران رها نکن. لذا علما در بعضی مواقع متاسفانه مسائل دینی، مسائل فقهی را میگذارند برای خوش کردن دیگران، مسلک خودشون را میگذارند. خب هر یکی در جای خود تفاوت دارد، ولی این مسائل را باید مثلا خیلی از مردم هستند به خاطر خوش کردن همسایگان عید نوروز را تبریک میگویند. خب وقتی که اعتقاد به عید بودنش نداریم، اعتقاد ما این هست که عید فقط دو تا هستند، لذا برای رضایت دیگران انسان وقتی که این کار را بکند یا حرکاتی بکند، خب این اتبعت اهواءهم هست یا نیست؟ یا اینکه انسان به هر حال غدیر را تبریک بگوید. خود غدیر را تبریک گفتن یعنی خلافت حضرت ابوبکر و عمر و عثمان را قبول نداشتن. خب انسان برای رضایت همسایگان ما، عزیزان و صورتهای دیگه میشه انسان اونها را راضی کرد. اکرام هست، احترام هست، وحدت در مسائل سیاسی، وحدت در مسائل متفق علیه. لذا مسائلی که انسان مذهب خودش را، فقه خودش را و مسائلی که به اونها اعتقاد دارد و باور دارد، اگر اونها را زیر پا بگذارد، به هر حال خدا بر اینها چی میشه؟ ناراضی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين
نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.